در راه رضای خدا کار میکنی حاج آقا؟ در راه رضای خدا یخچالت پر میشه، قسطت برطرف میشه، بدهیات داده میشه، با هزار تا پارتی و موقعیت هایی که در اختیارش قرار میدن حتما باید به یه جایی برسه. پس اگر یکی بخواد سالم زندگی کنه نمیشه. حرف این نفراتی هم که کنار من نشستن سر نفرات شما جسارت نباشه. هیچ کدومتون نه رانتی هستین، حالا ما امیدوارانه و خوشبین بهش نگاه میکنیم، نه رانتی هستین نه به جای وصل هستین، ولی تفاوت رو دیدیم. تفاوت این ور شد مغازه‌دار، شد کاسب، شد کسی که داره کارگری میکنه، شد گچبر. تفاوت رو دیدیم. تفاوت اون ور شده کسی که 3 جا داره کار میکنه. آقای حاج آقا اینفلوئنسره، میگه من هزینه‌ای که دارم صرف میکنم باهاش جهیزی میگیرم و از مردم میگیرم، کمک مردمیه. راجع به این صحبت که چه درآمد شما از کجاست حاج آقا؟ شما پس درآمد نداری؟ شما کلا ایستادی، شماره کارت میذاری برای مردم جایزه میگیری، پس شما یعنی از تدریس در حوزه علمیه درآمدی نداری. در راه رضای خدا کار میکنی حاج آقا؟ در راه رضای خدا یخچالت پر میشه، قسطت برطرف میشه، بدهیات داده میشه، نیازات برطرف میشه.